من میخوام واسهتون یه چیزی رو امتحان کنم که امروز خیلی واسه خودم شک برانگیز بوده. باید اینو ثابت کنم و اینکه به خیلیا نشون بدم. من امروز تو محل کارم احساس کردم که برنجی که دارم مصرف میکنم خیلی حالت لاستیکیه. بعد از اون یکم آوردم خونه که امتحانش بکنم. الان میبینین که گاز رو کاملا داغ کردم و برنج ریختم روش و فکر میکنم زیاد این فکر میکردم شایعه باشه که ما لاستیک یا مشمع و پلاستیک و اینجور چیزا میخوریم، ولی کاملا به هم ثابت شد برنجایی که ما داریم مصرف میکنیم. نگاه کنید، در هر صورت شما برنج رو اگه بو بدین روی هر حرارتی بذارین فقط سرخ میشه، ولی این کاملا لاستیکه و نگاه کنین آب شد و چسبید به هم. ازتون خواهش میکنم از هر جایی که برنج میخوایم بخریم، قدیما میخریدن یکم میآوردن خونه امتحان کنن پختشو ببینن، ولی الان بهتره بیاین امتحان کنین که ببینین لاستیک میخواین بخورین یا واقعا برنجه. این ویدیو رو دلم میخواد حالا که من گرفتم به خیلی ها نشون بدین که فقط امتحان کنن چیزی رو که میخوام بخورن.